مسلم جان جانم. یه سوال دارم ازت. جانم. میگم چرا خدا نعمت‌هاشو بین بنده‌هاش یکسان تقسیم نمی‌کنه که بنده‌هاش به مسئله نخورن؟ سوال قشنگیه. چون اصلا خدا مشکل نیست، مشکل ماییم. ببین بذار برات اینجوری توضیح بدم. فکر کن این پارچه خداست. درسته؟ ماده داخل این پارچه عشق و محبت و ثروت و فراوونیه. خدا تو تمام کتابای آسمانیش گفته ما شما رو لبریز میکنیم. درسته؟ خب از عشق و محبت و ثروت و فراوانی هر روز و اینا هم بنده هاشن. هر روز هم کار خدا اینه که روزی بده. بیا روزی این پر شد، درسته؟ روزی اینم پر شد، روزی اینم پر شد، تازه لبریزم شد. این میاد قور میزنه، میگه این نگاه میکنه به این میگه چرا به من نعمت کم دادی؟ چرا به من اصلا نگاه نمیکنی خدا؟ چرا هرچی فریاد میزنه به من کم میدی؟ چرا من گنجشک روزیم؟ مشکل کیه؟ خب مشکل خودشه. چرا؟ به خاطر اینکه ظرفش کوچیکه نسبت به بقیه. آفرین. این ظرفش کوچیکه. چی باعث میشه ظرفش بزرگتر باشه؟ آگاهی، آگاهی، آگاهی. صادق باشیم. چقدر کتاب میخونی در روز؟ چقدر فایل گوش میکنی؟ چقدر دوره گوش میکنی؟ چقدر اقدام میکنی ببینی کی هستی؟ اصلا از کجا آمدی؟ آمدنت بهر چه بود؟ آدم ها اکثرا از 1 تا 7 سالگی یه بار زندگی میکنن. نگاه میکنن به ظرف پدر مادر یه بار زندگی میکنن. بقیه تا 70 سالگی تکرار میکنن. وقتی شما آگاهی کسب کنی خب تازه متوجه میشی حق مسلم تو چقدره. ظرفت بزرگتر میشه. همه شروع کردن ظرف تو رو کوچیک‌تر کردن، عزت نفس تو خورد کردن، ظرف کوچیک‌تر شد، احساس بی‌لیاقتی بهت دادن، ظرف کوچیک‌تر شد. پس خدا ببین یه جمله هست خیلی معروفه، میگه بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. یعنی دست به فرستنده هاتون نزنید. گیرنده هاتون مشکل داره، هی میری میگی خدایا چرا به ما نمیدی؟ اون میشنوه، اون راهش اوکی کرده. ظرف کوچیک باشه نمیاد. حالا یه چیز دیگه، فکر کن تو یه پدر بزرگی داری خبر نداری، فکر کردی فوت کرده، اون زنده بوده، کلی هم ارث و میراث داره. بعد یه نفر بهت میاد میگه که پدر بزرگت زنده است. پدر بزرگ وصیت کرده تمام داراییش فقط باید به تو برسه. آیا تو بیخیال میشی وقتی میشنوی؟ نه دیگه. چیکار میکنی؟ پیگیر میشی. چرا؟ چون حق مسلمته. وقتی بدونی حقت چقدره، خدا چقدر قراره هر روز بهت بده، حقت چقدره، به کم قانع نمیشی. هر روز پیگیر هستی که بیشتر دریافت کنی و این باعث میشه که روزیت بره بالا. وقتی بدونی چقدر سهمته، بیخیال نمیشی. اوکی؟ چقدر جالب بود. آفرین. دمت گرم. برو ظرفتو بزرگتر کن. چی باعث میشه بزرگتر بشه؟ آگاهی. 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 میبینمت.